اصلا فکر کن یه نفر امروز که اول ژانویه 2025 میخواد این داستان رو شروع بکنه، خب، و میخواد تا آخر 2025 به نتیجه برسه. خب، ستاپی که توی کانال گذاشتم چند سال پیش، این رو دوستان، اینو برید به همون شکلش، نه اضافه کنید نه کم کنید، نه تمایل داشته باشید که پشت پرده قضیه رو بفهمید، نه به چراییش، نه به چگونگیش، به هیچ چیز فکر نکنید. خب، فقط اون ستاپی که توی کانال تلگرام 4 سال پیش من گذاشتم، اون رو 100 بار تکرار کنید توی یه تایم فریم، توی 1 دقیقه، تو 5 دقیقه، تو 15، فقط توی تایم فریم. خب، اگر کسی این کار رو انجام بده سروش، قطعاً 60% سوالاتش در مورد نحوه شروع، اول سوددهی، اول تمامش کنسل میشه، تمامش فیلتر میشه. اما نکته اصلی چیه؟ نکته اینه که مهم نیست شما ستاپ رو دریافت بکنی، مهم اینه که اون ستاپ رو شما تست کردی برای خودت توی فوروارد یا نه. یعنی من به شما بگم که آقا مثلا هر روز سر ساعت فلان روی یورو قیمت از فلان جو حتما برمیگرده. اگر این واقعیت هم داشته باشه، ارزشش موقعیه که شما اون رو توی مثلا 50 روز بعدش تست کرده باشی. اگه این کارو نکرده باشی، پشیزی نمیارده. و اون آدمایی که میان میپرسن که آقا یه ستاپ ما بده که ما بتونیم با این راحت ترید بکنیم، دنبال ستاپی هستن که نیازی به فوروارد تست نداشته باشه. یعنی از قبل، ببین، تو وقتی که مثلا جوابشو میخوای، پس داده باشه دیگه. آره، آماده. تو از قبل وقتی میخوای به یه نفر مثلا یه پولی بدی، اعتماد نمیکنی، میگی آقا حداقل خودت من اثبات کن، مثلا میخوای من ماشین بفروشی، من بدونم تو یه مغازه‌ای داری، فاکتوری داری، یه سربرگی داری، یه اعتباری داری، خب بعد به تو پول بدن که ازت ماشین بگیره. اما تو این داستان ستاپی رو دریافت میکنه که اعتبارش فقط یک شنیده است از طرف شخص دیگه و با اون پولش رو درگیر میکنه. من بهتون قول میدم، من به تو قول میدم، اگر ستاپی که توی کانال هست برای چند سال پیشم هست، اگر اون رو توی از امروز که 1 ژانویه است تا آخر فوریه تستش بکنید و از اون یک آماری در بیارید، بعدش میتونید برای خودتون شخصی سازیش بکنید، بهینش بکنید و خیلی از سوالاتتون از بین میره. اسم فایل که نیست، گفتم تو کانال تلگرام، اگر که تو تلگرام بزنید RTMJ Trader، اون وقت میاد و توی پیام پین شده میتونید ببینید کار میکنه. اما بچه‌ها، من بعد از اینکه در واقع حالا این همه سال پای چارت بودم، به این نتیجه رسیدم که غیر از چارت یورو، الان فکر کنم من 2-3 سالی هست که غیر از یورو چیزی ترید نکردم. خب، غیر از چارت یورو شما به چیز دیگه ای نیاز نداری برای ترید کردن. و این که میگن که طلا سود بیشتری میده، این فاجعه است. این که میگن مثلا نقره سود بیشتری میده، این فاجعه است. میدونی چی میگم؟ اصلا اینجوری نیست. این که مثلا میگن که روی کریپتو، نه میدونی دیگه، در قطعا که اطلاع داری دیگه، یا مثلا فلان چارت مثلا 300%، 700% رشد کرده مثلا، خب پس اون سود بیشتری داره میده. اصلا اینجوری نیست. اون نوسان کریپتو 700%، اون سود شما نیست. میدونی چی میگم؟ اگر همون بخواد مثلا نصف قیمتش رو از دست بده، نصف پول شما هم از بین میره. دیگه اونو که دیگه نمیگن که دیگه. خب همین چی الان تو در مورد اینکه روی یه چارت باشی یا بیشتر از یه چارت، چجوریه دیدگاهت؟ من صادقانه بخوام بگم تک چارت نیستم، خب، ولی زیاده هم نیست، دوتاست. یعنی خب نه به اون یورو. صورت یورو که همیشه دارم، مهم. ولی حالا با توجه به اون که دی ایکس وای هم نگاه میکنم همیشه قبل از معامله، مهم. من با آزی هم خیلی کار میکنم. با یعنی آزی. آزی هم آره یه چارت خیلی منطقی داره برام. خب بعد یه سری از مواقع مثلا اگه بخوام حالا مثلا یه کورلیشن در بیارم از توش، اون آزیه یه سری جا مثلا یه استاپ منطقی تری اگه بهم بده اونو میگیرم، ولی اگر نه یورو که خب همیشه صدر جدوله. یعنی ترجیح مهم. همیشه به یورو. ولی خب ببین همشون رو میبینم و یعنی اصلا اینجوری نیست که هیچی نبینم فقط یورو و دی ایکس وای اینا، همشون همیشه بازه، ولی خب تریدشون نمیکنم. ام. اون آدمایی که به چند تا چارت رو با هم ترید میکنن، نظرت چی در موردش؟ این هم خیلی میتونم راجعش حرف بزنم چون خیلی تجربه شده. مثلا تو به نظرت اصلا اینه که همه آدمایی که چند تا چارت ترید میکنن اشتباه میکنن، یا مثلا نظرت اینه؟ من خیلی موافق نسخه پیچیدن نیستم کلا، چون این تجربه من بوده، نمیدونم شاید یه نفر دیگه
این مدل کار کنه و خوب باشه براش. ولی تجربه که من داشتم، من اگر درودانی زدم، اگر حسابی از دست دادم، توی روزهایی بوده که همزمان یورو گرفتم، پوند گرفتم، اونا رفته تو ضرر یا اصلا حساب خورده، یا اگر جابجا کردم یا نه اونا. اون ضرر رو دیدم، مثلا با یورو یه حساب خوردم، بعد میبینم دیگه بهم ستاب نمیده، مثلا جای خوبی نیست، نوسان نداره و میرم میگم که میخوام اون ضرر رو اون حساب رو جبرانش کنم. خب حالا یورو چیزی بهم نمیده، برم سراغ یه چارت دیگه. و این دقیقا روزایی که من این همچه اتفاقاتی واسم افتاده، استارتش از همین قضیه بوده. بریم سراغ بعدی. غیر از این سوال، حمید دالمن نوشته که ستاپ به تنهایی کار نمیکنه، که ناحیه این که ستاپ اونجا تشکیل میشه مهمه. خب این چون که میدونه سیستم کاری من چجوریه، من یه توضیح بدم در مورد قضیه. اون جایی که ستاپ توش تشکیل میشه هم خودش بخشی از تعریف اون ستاپه. این که من همیشه میگم که پی ای چند تیک است و یه تیکش فقط ورود آخره، اینه که شما اینکه قیمت کجا داره اون ساختار ورود تشکیل میده خودش یه بخشی هست. اگه مثلا بگیم آقا چند تا المان داشته باشی یه ستاپ، فقط اون ورود آخرش پی آخره، اما قبلش کجا تشکیل شده، چجوری تا اونجا رفته، چجوری داره برمیگرده، این مهمه. پس این جمله کاملا درسته. کتاب خوب معرفی کنید. کتاب من میتونم معرفی کنم، آره چون آره اینو بگو. فیدبک ازش گرفتم، خیلی بدم نمیاد بگم. کتاب پی دی افش رو البته گذاشتم توی کانال، رازهای ترید غیر احساسی. اینو یه سری از بچه‌ها حتی چاپش هم کرده بودن، یه فیدبکی اتفاقا دیشب گرفتم، خیلی خوشحال شدم. این کتاب بدی نیست، اینو میشه کنارش خوند. آها، توی یه سشن ترید می‌کنی یا بعد فهمم توی یه سشن سختم نیست، یعنی لازم نیست که از این ساعت تا اون ساعت، مثلا بگی از ساعت 9 صبح مثلا میتونی اوپن وارد داستان لندن بشی. آره از اوپن لندن، آره، تا موقعی که ظهر نیویورک میرسه. بعدش و قبلش خب منطقی نیست ترید کردن. این است دارم میگم. در مورد مدیریت سرمایه با بالانس کم حدوداً $500 نظرت چیه؟ یه سری پارامترها هم باید گفته بشه که آیا مثلا $500 همه پولیه که اون شخص میتونه درگیر کنه، یا اصلا کل پشتوانه زندگیشه، یا اینکه این حداقل چیزی که حالا واسه ورود میخواد این حرکت رو بزنه. من توی ویدیو هم گفتم که اصلا چجوری زیر 1000 تا رو باش برخورد کنم. به نظرم حالا این بستگی، این دیگه متغیره اینجا هست که اصلا تو چه لولی، یعنی بعد از آموزش ها دیگه میخوای وارد بازار بشی، میخوای کار کنی یا استارت کاره. ولی اگر آموزش رو دیدی، میدونی داری چیکار میکنی، ستاپو داری و با مدیریت روان و اینا مشکل نداری، به نظرم زیر 1000 تا رو من ترجیح میدم شانسمو با پراپ امتحان کنم. یا اگر بخوام معامله کنم با $500 باید بدونم که نباید انتظار چیز زیادی داشته باشم ازش. خب من دقیقا همین سوال از سینا بپرسیم. سینا جان، با $500 اینا بود دیگه، آره، با $500 میخوایی ماهی چقدر در بیاری؟ اینو جواب بده که بتونیم در موردش صحبت کنیم. ماهی ببین خیلی خوبه. میگه که ماهی 10 میلیون. خب ماهی 10 میلیون از $500 چقدر میشه؟ الان میشه 40 میلیون، درسته؟ یعنی از 40 میلیون میخواد 10 میلیون در بیاره. یعنی چند درصد میشه؟ یعنی 1/4 یعنی 25%. خب وقتی میخوای از یه پوزیشن، از یک حساب در ماه 25% سود کسب بکنی، یعنی میخوای یه کار سخت انجام بدی. من نمیگم نمیشه یا میشه، اصلا الان باید صحبت ندارم. میخوای کار سخت انجام بدی. حالا ببین که تو توانایی انجام کار آسون رو داری. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو اومدی ماهی 3%، 4%، 5%، 6% به اندازه چند ماه بگیری. نمیگم هر ماه، ممکنه یه ماه ضرر بشه. من خودم یه ماه ضرر میکنم، یه ماه سود میکنه، ما سر به سرم. اوکی، تو تا حالا اون کار آسونا رو انجام دادی که الان میخوای لول بازی رو ببری، مثلا روی هارد قرار بدی؟ اگه چند ماه بتونی این کار رو انجام بدی اجازه داری. و اینم بگم که اگر تو میخوای 25% رو یک سرمایه سود بکنی، باید از اون وقت حد ورشکستگی حسابت هم ببری بالاتر. یعنی اگر مثلا حالت عادی شما میخوای مثلا 7%، 5% سود کنی، حالا رو پراپ یا رو هر چیزی، از این برم انتظار اینو داری که مثلا 7-8% تحت ضرر کنی. اگه 25% میخوای در واقع سود بکنی، ممکنه اینور درودان بیشتری تجربه بکنی.
خب پس اول قبل از اینکه اون اتفاق رو رقم بزنی، بیا اول تو لول های پایین تر این کار انجام بده. خب در مورد مدیریت ریسک و سرمایه، اینکه چند درصد در روز ریسک میکنی و چه جوری ریسک رو تقسیم میکنی و آیا ریسک فری میکنی یا نه. بذار من این جواب بدم. عرضم به حضورتون که مدیریت ریسک و سرمایه، اینکه بگیم مثلا یک نسخه‌ای برای همه هست، خب این نیست. هر شخصی باید ببینه که حسابش مثلا بالانسش مثلا زیر 1000 تاست، بالای 1000 تاست، 5000 تاست، 10000 تاست، 20000 تاست، 50000 تاست، پراپ اول دوم برداشت، همه اینا باید گفتم اینا باید جدا هستن بررسی بشه. اما یه قاعده کلی داره دیگه، داستان مدیریت ریسک یه قاعده کلی داره و اونم اینه که هیچ وقت روی یک پوزیشن خیلی ضرر نکن. هیچ وقت روی پوزیشن خیلی ضرر نکن. من این اواخر یه سوال پرسیده بودم که چند نفر گفتن که به نظرت بالانس مناسب برای ترید چقدره؟ من 2 تا مؤلفه برای این معرفی میکنم که توی اون کامنت هم گذاشته بودم. 2 تا مؤلفه براش دارم. یکی این که 1% برای ذهنت بزرگ نباشه. خب و یکی این که چند درصدش به عنوان سود برات کافی باشه. یعنی اگر هر چی غیر از این باشه، یه جایی خودشو نشون میده. ریسک گیری میکنی یا نه سروش؟ به هیچ عنوان. فکر کنم بهترین مثال که بشه برای زدو با اون ویدیویی که واسه پاس کردن اون پراپه بود مثالشو زدم دیگه. اون قضیه‌ای که میگه حسابو بیا بذار نقطه ورود، حداقل با ستاپ من این مدلی توجیه نمیشه که میگه آقا اون لحظه که من دارم اون معامله رو میگیرم، دارم میگم که قیمت تا اینجا میتواند نفوذ کند. حالا بعد از اینکه به سمت تارگت من داره حرکت میکنه، چه چیزی باعث میشه که من توی اون لحظه به خودم میگم که خب این دیگه ممکن نیست همه رو برگرده. آفرین. هر چقدر مومنتوم دقیقاً چه چیزی باعث میشه که تو لحظه بعد از اینکه حرکت میکنه من اون حرفم نقضش کنم که بخوام حسابو بذارم نقطه ورود. تو ستاپ من نمیگنجه، من با حجم بازی میکنم. یعنی اینکه بعد از ریوارد یک نصفشو ببندی و این مدل ریسک ایش کنی دیگه، که اگر حسابم خورد دیگه اتفاق نیفته. مثلا چرا به نظر توی اسکرپ نمیگم، چرا توی پوزیشنایی که مثلا حجمش درسته اوکی، چرا ریسک میکنه؟ چرا حساب رو میاره نزدیکتر؟ چرا؟ توجیهش اینه، میگه لحظه که داری معامله رو میگیری یه تیپی میذاری واسش، مثلا میگه آقا مثلا تا اینجا بیاد ریوارد 4 مثلا فرض کن مثلا $100 ریسک اون معامله بوده، 400 تا رو میبینه. بعد میگه اگر من بیام روی ریوارد یک نصف حجم ببندم، این تارگت تاچ بشه، من دیگه 400 تا نمیگیرم ازش، یعنی سودمو دارم کم میکنم. خب و اون وقتی اون 400 رو دیدی خیلی سخت میشه که بخوای مثلا به 200 تا قانع بشی. خب این تو ذهنش میاد که میگه من با مثلا یه لات گرفتم بره تارگت بزنه، من دارم با نیم لات میرم، پس بذار این حرکتو نزنم، حالا اگرم برگشت من سر به سر فوقش میام بیرون. خب پس میشه گفت که دلیل اصلی اینه که اون یه دونه پوزیشنه براش خیلی مهمه. نتیجه این معامله قراره یه حرکتی واسش اتفاق بیفته با اون یه دونه معامله. اون یه دونه خیلی مهمه، وگرنه اون یه دونه خیلی مهم نباشه میگه آقا کلش یا تیپی میشه استاپ میشه. جزئی از اون 20 تا 30 تا معامله‌ای که من قراره توی ماه انجام بدم یه دونهش. آره دقیقاً. بعد چند سال به سود مستمر رسیدیم. آقا در مورد این یکم صحبت کنیم. این کلمه سود مستمر. یه موقعی اگه میگفتی که سود چیزی به اسم سود مستمر وجود نداره، بعضیا پاچتو میگرفتن. خیلیا. آره. توهین به مقدسات. آره. سود مستمر یعنی چی؟ یعنی شما هیچ وقت در مثلا برآیند ماهانت سر به سرم نیست. آره. هیچ وقت منفی نشی. من یه جایی بودم چند وقت پیش، بنده خدا من گفت که آقا جواد چجوریه مثلا یه تریدر باید در ماه چقدر در میاره؟ گفتم که والا من 2 ماه پیش منفی بودم، حالا چه جوابی بخوای از من بشنوی؟ بعد شوک شد و اینا. ببین چیزی به اسم سود مستمر فقط در صورتی میتونی بهش نگاه بکنی، نه تجربه من ممکن اصلا منم به یه جایی برسم یه روزی که اصلا، ولی الان چیزی که دارم زندگی میکنم اینه که شما یه روزی، یه هفته‌ای، یه سشنی، یه ماهی ممکنه سر به سر بشی، ممکنه منفی بشی، ممکنه مثبت بشی و اون بیلان سالانته که به تو نشون میده که توی این سالی که گذشت
تو چقدر از اون شروع اول، الان 1 ژانویه 2025، خب 1 ژانویه 2026 من باید خودم رو بررسی بکنم، بگم که چقدر در آوردم، چقدر از دست دادم.